آقا سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. برنابایتی هستم و اومدیم با ویدیوی جدید. موضوع ویدیو چیه؟ موضوع ویدیو سرورگردی. اومدیم با یه سرور خفن که ببینیم چیا توش داره دیگه، ببینیم چه فرقی با سرور خودمون داره. آقا این سرور، حالا از آخر میگم چه سروریه، ولش کن. اینجا فعلا که بریم تو لاک رویالش یه تست بزنیم ببینیم چیا داره. بعد من اولین بار تو این سرور میام دیگه، تا حالا این سرور رو نداشتم. یه پنسه‌ای هم دیگه بلش کن. اینجا ست مادارا رو داره که هست مال ما. ای کی شدود یا الفاش با اسکین تکیه که گرفتم. بسم الله، برم بگیرم دستم. با اسکین تکیه که گرفتم. بریم یه خورده دیگه اون یکی گردونه هاشم بزنیم. این دنسه با فینال شات الفی اینجا اومده. یه خورده من صداشو کم کنم، خیلی صداش زیاده. خب بریم بقیه رو ببینیم. دنس گروهی رو بردن اینجا با دنس مادارا. مادارا میگم، با دنس ایتاچی. اینجا هم که اینا رو بردن، اینا حالا هیچ کدوم رایگان نیستش. اینجا یه چیزی داره، 3 تا اسپین بزنی 15 تا جم میده، 5 تا 30 تا، 8 تا اسپین هم بزنی 50 تا جم بهت میده. خوبه اینش، خودش خوبه. بعد اینجا هیچی نگفتیم. اینجا هم ستش، اینش هم فکر کنم همون گلبرگای ماه، همون اون موقع گلبرگ داشتیم، این هم همونه اینایی. بعد اینجا هم دنس ورود ایتاچیه که تو گردونه اینجوری بردم. اینجا امپی رو داریم، یه اسپین هم بریم. امپیش 250 تا ما میخواد. تو ست ایتاچی چیا داریم؟ مثل همون سرور خودمونه، لاکی رویالش اونقدر زیاد فرقی نداره. وای تکی، وای چه سفید، چقدر سفیده این اکانت. یا اول فصل بریم، اشکال نداره، بریم اشکال نداره. تا صبح هم اینجا گل رویال میده. گل رویالش هم اینه. حالا واسه ما تو باکس آوردن، تو استور، چیز خاصی نداره دیگه. بریم استورشو ببینیم. باکسه 3 تاشون نه مثل همون مال ما هم همینا رو داریم تو استورمون. اینجا ست رد باندل و بلو باندل آورده. خوشگل خاص کرده اینجا. شانسش چقدره؟ شانسش هم 14%، خیلی خوبه. زنونه جوکر. بعد تاتو چیه؟ ست وایت. به ست وایت همین برخزه، 14% هم شانس داره. به شاهزاده سفید. بعد دیگه اینو آوردن تو باکس دیگه. همینایی دیگه، فکر نکنم دیگه چیز دیگه. ست موزوب بود، چی بود این ستش؟ نمیدونم، هم ست شاخیه تو سرور ما. بعد دیگه هیچی دیگه، تموم شد. این بر چی داریم؟ ست جدید. به ست جدید، کلاه باحالی داره. ست جدید، شلوارکش هم خوبه، لباسش خیلی خوشگله. بذار من اینو بذارم بیش لیستم. خب
دیگه یه همینای دیگه، چیزی نداره دیگه. این برم اینجا این یارو چی بود؟ دلفین ها رو بردن اینجا. این چیه؟ دانلود هم نداره. ماسک برزیلی و ماسک شلوار برزیلیه. اینجا با 400 چه میتونی اینو بگیری؟ این چه سروریه؟ تو سرور ما نیومده. این ور چی داریم؟ این ور هم هیچی نداریم تو لباس ها. این لباس هم خوبه. خیلی و خیلی قدیمیه تو سرور ما، خز نشد دیگه. این هم هست. این هم چنج سروریه. این چیه؟ چی بلش کن. این ور چی داریم؟ این ورم شلواره ببینیم چه چیزی داره. موز یه همینا دیگه، هیچی نداره شلوارش. کفشاش هم هیچی نداره و اینا زد کامل دیگه. نه اینا هیچی نداره. تو کالکشن دنس منس چی داریم؟ دنس بندی تو اینجا آورده. بندی تاکه به 500 جم میده هر دنسو. تو سرور ما یک جم میکنن تو پاچه آدم. بعد همه دنسو اشغال اون ور. اینجا همه دنسو تازه 500 جم هم هستش، میتونی روش کارت آف هم بزنی. مثل سرور من یک دیوس بازی کنن 499 تا جم بذارن. وای دنس 24 ساعته میده. 5 تا جم. دنسای خوبی هم داره خداییش. این ور 24 ساعته همشون هم بود. اینجا چیه؟ چه خوشگلی. ماشین گنده چقدر قشنگه. اینم احتمالا میاد. اینم که 1 سال منتظریم بیاد، نیومدن. و این چیه؟ چه اسکینای باحالیه. من دانلود ندارم هیچ کدوم. چتر این باحاله. چیزای عجیبی داره این ور. پروفیلش هم که هیچی دیگه. ویپن هم که هیچی. این چیه؟ الهزار چیه؟ اینو چیه؟ چند روزه اینجا میده. پرمنتش که دائمی باشم 1000 تا جم. کسیبی میکنن. یخ چی داریم؟ یخ هم که چقدر یخ داره اینجا. چقدر این یخ هم خیلی شاخه. سرور ما یخ خود شاخیه، قدیمیه که همین چیزی نداره. ریدیم اگه لود کنه. خب کوسه داره. این سته دیگه چیزی نداره. نه اینقدر چیز شاخی نداره. اینم خوبه. اینقدر چیز شاخی نداره که مثلا خس کرده باشه و آدم برگاش بریزه. ببینم این چیه؟ چه ستیم؟ تو نیدم اینو. این ست قدیمی هم خس کردن. اولین گلزوی آلبای چه باحاله. این بریم این ور ببینیم چی داره. FF توکن که هیچی نداره، ولش کن. شاید موزه رو داشته باشه. شلوارک موزی میگم، شلوارک فیلی. نه شلوارک فیلی نیست. نداره. نه هیچی نداره. این ورم که هیچی. چه ستوی بالی دارن اینا. بعد یه همین دیگه چیزی نداره دیگه. اینم که هیچی. بریم ایونتاشونو ببینیم. این چیه؟
دانلود هم نداریم هیچی. این چیه؟ فکر کنم ست همون مذابی زنونشه. این چیه؟ بمبوه. سوراخشو چه سوراخی داره، چه سوراخ. این و یخ چقدر خوشگله یخش. اینم این ور از جلوش، این ور از باسنشه. پشمو. دیگه چی داره؟ دیگه همینه، دیگه چیزی نداره. نه تاپ آپ داره. 300 تا جم میزنی 300 تا جم میده. اینم که هیچی. مدار باندل این که هیچ. اینجا هم یه تاپ آپ دیگه هست. 400 تا هم اینجا بزنی 350 تا هم این بر میده. چقدر تاپ آپ دارن. ایموت خو این که هیچی. این چیه؟ خو این که هیچی بازم. چی دیگه. اینم که این دنسه با این ست خفنه تو باکسه. این چیه؟ اینم که با اسکارف هم. اینم که هیچی. این چیه؟ اینجا این باز همین کارکتر جدید است. این ست خرگوشی هم خاص کردم. این ور چی داره؟ این ور این داسه است. این داسه. اینم که هیچی دیگه. ایونتاشون هم که دیدیم. یه اسپورت اینا هم که بیرن مفتی میده. هیچی دیگه تمام. دیگه چی داره؟ آفر. این آفره؟ آره آفره. خب 78 با اینکه شانس خوبی تو گردونهاش بود درصد کمی خورد. این چیه؟ دنس چقدر باحاله. توفر آوردن دنس این خفنی. 110 تا جم. این ستر رو نگاهیم واسه ما تو گردونه اومد. بعد دیگه دنس بندی تخص شده. همین هم دیگه چیزی نداره. این ورم ست میناتو. این لباس باحال قدیمیه. این تیشرت چند سروریه. تیشرت چند سروریه تو آفر اومده 55 تا جم. به به چه تیشرتیه ولی خیلی خوشگله. دنس کبرا. چقدر قشنگه. همین دیگه چیزی نداشت آفر. اینجا چیزش نمون دیگه، فقط بویا پسش مونده. ببینم 300 جمعه بویا پسش مثل همون مال مایه. بعد اینم آخر بویا پسش ببینم چی بویزی خاص کرده. نه 4 تا باکسه و ماجیک کیوب و توکن گانده بگیر. چیزی نیست با این یارو. شانسی شانسی موتی پاکی. نه شانس این زردا 14%، یعنی 14% شانس داره که اینو بده. خدا وکیلی ول کن. خب فقط بریم این پینگش هم یه تست بزنیم ببینیم پینگش خوبه. بعد ترینینگ که ماشاءالله داره، ماشاءالله بسته است. بریم یه لون ولف هم نمیشه بریم کلاش اسکور. بله پینگش 999. پینگش 213 همین حدودایی. بلش کمک بدیم. خب سرورش هم بگم سرور اندونزیه. این سرور اندونزیه دیگه. خواستین میتونین از گوگل پلی وی پی ان رو دانلود کنین و برین یه اکانت بسازین توش دیگه. وی پی ان اندونزی
خیلی ممنون که تا آخر ویدیو اومدین. امیدوارم از ویدیو لذت کافی رو برده باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.